عباس عمکی پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسیدن که یا رسول الله این ابو طالب بسیار خدمت کرد و دین مقدس اسلام بسیار خدمت کرد، شما یگان فایده تان رسید؟ گفتن که بله فایده هم رسید. گفتن او در بسیار جای علنگه دوزخ بود، من او را به بالای دوزخ برآوردم، در زیر قدمش 2 لخچه گذاشته میشه، 2 لخچه در زیر قدم. یعنی ابو طالب مثل دیگر دوزخی ها پوستهاش گوشتهاش نمیسوزد، 2 لخچه در زیر قدمش مانده میشد. یغلی منهما دماء، اون گرمیش حرارتش بلند است که دماغش میجوشد. از گرمی این 2 لخچه دماغش میجوشد. یعنی همین قدر فایده هم رسید. یعنی سبکترین عذاب دوزخ گران داده تانستند، لیکن این هم برای خدمت هایی که بهر اسلام بهر مسلمان ها فایدهش رسیده بود، علال خصوص پشتبان پیغمبر صلی الله علیه وسلم، و نه که برای خاطر دوست داشتنش جیانش را بود شاید.